السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، این رولик اولی برنامه معجزه نام‌های الله میباشد و مقصد این برنامه آن نیست که به شما معنی نام‌های الله رو پیشکش کنیم، بلکه معجزه آنها رو به شما خواهیم پیشکش کرد. در امروز به شما سه نام را خواهیم رساند: الله، الرحمن، الرحیم. نام اولی که هر روز از دهان ما میبراید این الله میباشد. پس بیایید بفهمیم که معجزه این نام چیست. الله اسم ذات پروردگار عالم. برای قوت عزم و یقین روزانه 1000 بار بخواند جهت مریض علاج بدوا یا الله را به کثرت ورد نموده دعای شفا کند، انشاءالله شفا حاصل خواهد شد. و نام دوم باشد الرحمن، بسیار رحم کننده. هر کی پس از هر نماز 100 بار یا رحمان بخواند سختی و غفلتی دل وی زائل گردد. الرحیم، دائم و مهربان. هر که روزانه پس از هر نماز 100 بار ورد کند انشاءالله از آفات دنیوی محفوظ خواهد بود و خلق بر او مهربان خواهد شد. و اگر که خواهید معجزه های نوی نام های الله را بشنوید، پس با کانال ما یاسین مدیا پادپیسات کنید و انشاءالله ویدیورولик های نو را ما با شما پیشکش میکنیم. و با شما بود کانال یاسین مدیا. باقی در پناه الله بمانید. السلام علیکم و رحمت الله.